تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. بامی هم اولیشه. اول بریم سراغ شهدش. 1 پیمانه آب و داخل قابلمه میریزیم، بهش 2 پیمانه شکر اضافه میکنیم و هم نمیزنیم تا خودش حل بشه. 1/3 پیمانه گلاب، 2 قاشق زعفران و 1 قاشق آب لیمو هم اضافه میکنیم و میذاریم خودش غلیظ بشه و بهش 1 قاشق گلوکوز هم اگه داشتین اضافه میکنین و در آخرم با آب لیمو دوره گیری میکنیم قابلمه رو که شکرک نزنه. به این غلظت که رسید داخل یه دونه کاسه میریزیم و میذاریم خنک بشه. برای خمیرش داخل همون قابلمه 1 پیمانه آب، 1 پیمانه آرد، 1 تیکه کره اضافه میکنیم و هم میزنیم تا به این حالت در بیاد. خمیر رو داخل یک کاسه دیگه انتقال میدیم و بهش 1 قاشق چایخوری وانیل و 2 تا تخم مرغ اضافه میکنیم. با همزن برقی یا دستی میزنیم تا به این غلظت برسه. مواد رو به قیف انتقال میدیم، داخل روغن خنک قیچی میکنیم و میذاریم روی حرارت ملایم تا سرخ بشه و در آخرم به شهد خنک شده اضافهش میکنیم و حدود 5 دقیقه میذاریم و نوش جان. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. این پکوره خرچنگی هم دومیشه. یه دونه سیب زمینی و رنده درشت میزنیم، یه دونه پیاز خلالی، گشنیز، فلفل سبز و ویه مخصوص، نمک، تخم گشنیز و فلفل رو اضافه میکنیم و در آخرم آرد نخود و 3 قاشق آب بهش میزنیم و میذاریم چند دقیقه بمونه تا خودش آب بندازه و به این شکل در بیاد. داخل روغن داغ سرخش میکنیم و نوش جان. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. این آش رشتم سومیشه. 2 تا دونه پیاز و خلالی برش میزنیم و داخل روغن تفت میدیم. سیر، زردچوبه ادویه، نمک و نعنا میزنیم و دوباره یه تفت کوچیک بهش میدیم. حبوباتی که از شب قبل خیس کردیم و بهش اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. 10 لیوان آب بهش اضافه میکنیم و میذاریم تا حبوباتمون کامل بپزه. سبزی رو اضافه میکنیم و دوباره 10 دقیقه بهش زمان میدیم. در آخرم بهش رشته، آب لیمو و 4 قاشق آردو که با آب ترکیب کردیم اضافه میکنیم و درشو میذاریم تا حدود 1 ساعت جا بیفته و نتیجهش میشه همچین آش رشته خوشمزه. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. این دسر هم 4میشه. 4 پیمانه آب و 1 استکان ساگو رو با هم دیگه ترکیب میکنیم، میذاریم روی حرارت متوسط، مدام هم میزنیم تا به این حالت در بیاد. بهش 3 لیوان شیر اضافه میکنیم، 1 پیمانه شکر، هل، گلاب و اگه دوست داشتین یه خورده وانیل هم اضافه میکنیم و در آخرم رشته شعریه رو بهش اضافه حدود 5 دقیقه میذاریم جا بیفته و آماده سرو. نوش جان. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. این گوشفیلای ترد و تازه 5میشه. 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر رو با نصف پیمانه ماست ترکیب میکنیم و میذاریم حدود 10 دقیقه تا عمل بیاد. داخل یه دونه کاسه بزرگ 2 پیمانه آرد سفید، یه دونه تخم مرغ، 1 قاشق چای خوری وانیل و 2 قاشق روغن رو با هم ترکیب میکنیم و ماست عمل اومده رو بهش اضافه میکنیم. مواد رو ورز میدیم تا یه همچین خمیری به دست بیاد. روی سطح پهنش میکنیم با وردنه و به عرض نیم سانت بازش میکنیم. به این صورت برشش میزنیم و داخل روغن با حرارت کم سرخش میکنیم و در آخرم داخل شهد به مدت 5 دقیقه قرارش میدیم و نوش جان. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. این زولبیام 6میشه. 1 پیمانه سرخالی نشاسته گل رو با نصف پیمانه ماست با هم ترکیب میکنیم تا به این صورت در بیاد. بهش 1 قاشق آرد سفید، 1 قاشق خمیر مایع و 1 قاشق بیکینگ پودر اضافه میکنیم و در آخرم 3 قاشق گلاب، 2 قاشق روغن مایع و 1 خورده زعفران اضافه میکنیم. خمیر رو با هم ترکیب میکنیم تا به یه همچین غلظتی برسه. مواد رو داخل یه همچین بطری سوسی میریزیم و 2 ساعت بهش استراحت میدیم و در آخرم داخل روغن داغ به این صورت سرخش میکنیم و میندازیم داخل شهد گرم یا همون رو به داغی و حدود 2-3 دقیقه بمونه و آماده است. نوش جان. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. این شربت ژله‌ای هم 8میشه.
هر بسته پودر ژله رو با 1.5 پیمانه آب ترکیب میکنیم و میذاریم حدود 2 ساعت داخل یخچال بمونه و به این صورت برش میزنیم و با قاشق به این حالت درش میاریم. 1 استکان شکر، نصف پیمانه گلاب و 5 لیوان آب رو با هم ترکیب میکنیم و یه شربت گلاب باش درست میکنیم. هر چند تم ژله که درست کردیم و لایه لایه روی هم میریزیم و در آخر هم روی شربت گلاب میریزیم و نتیجهش میشه این شربت خوش رنگ و خوشمزه. نوش جان. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. این پکوره چیپسی هم نهمیشه. مواد پکوره پفکی که تو پست قبلی گفتم و درست میکنیم. سیب زمینی و بادمجون و حلقه های نازک میزنیم. اگه دوست داشتین فلفل هم اضافه کنین. حدود 5 دقیقه میذاریم داخل مواد و دونه دونه داخل روغن داغ سرخش میکنیم و نتیجهش میشه یه همچین خوشمزه های متفاوتی. نوش جان. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. این دسر کاستر هم دهمیشه. 4 قاشق پودر کاستر با طعم دلخواه با 1 استکان آب ترکیب میکنیم و بهش 3 پیمانه شیر اضافه میکنیم. میذاریم روی حرارت و 1 استکان شکر و 3-4 قاشق گلاب بهش اضافه میکنیم. میذاریم به این غلظت برسه و داخل ظرف مورد نظر سروش میکنیم. میتونیم از بیسکویت و میوه هم واسه دیزاینش استفاده کنیم. میتونیم همه موادم به صورت لایه لایه بریزیم و این میشه نتیجهش. نوش جان. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. این شل زردم 11 میشه. 1 پیمانه برنج رو میشوریم، بهش گلاب و هل اضافه میکنیم و 1 شب تا صبح میذاریم بمونه. به این حالت که در اومد میریزیم داخل قابلمه، بهش 8 لیوان آب اضافه میکنیم و میذاریم قشنگ پخته شه. برنجمون به این حالت که در اومد به ازای هر پیمانه برنج 2 پیمانه شکر بهش اضافه میکنیم. 10 دقیقه زمان میدیم و بعد بهش گلاب و زعفران و 1 تیکه کره اضافه میکنیم. حدود 20 دقیقه میذاریم بمونه. اگه دوست داشتین بهش خلال پسته و بادوم هم اضافه کنین و آماده است. نوش جان. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. این بریانی هم 12 میشه. یه دونه پیاز و خلالی برش میزنیم و داخل روغن سرخش میکنیم. بهش زیره سبز اضافه میکنیم و بعدش هم تیکای مرغ رو میریزیم داخلش. میذاریم یه تفت کوچیک بخوره. سیر، دارچین، زردچوبه و نمک هم بهش اضافه میکنیم. درشو میذاریم تا با حرارت کم قشنگ پخته شه. بهش ادویه کاری، فلفل و گوجه اضافه میکنیم و حدود 20 دقیقه دیگه میذاریم پخته شه و آماده است. برنج رو آبکش میکنیم، لایه لایه مواد رو میریزیم داخلش، بهش گشنیز اضافه، در آخرم روغن و زعفران میزنیم و میذاریم دم بکشه و نتیجهش میشه این. نوش جان. یه بار سمبوسه رو این مدلی درست کن، مطمئنم عاشقش میشید. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. اینم 13 میشه. اول از همه سیب زمینی ها رو آبپز میکنیم، پوره یا رندش میکنیم، داخل یه دونه تابه یه دونه پیاز رو سرخ میکنیم و بهش زردچوبه اضافه میکنیم. اگه دوست داشتین بهش سیرم بزنین. بعدش پوره های سیب زمینی رو اضافه میکنیم به همراه گشنیز، نمک، فلفل و آخرم 2-3 قاشق سس کچاپ بهش اضافه میکنیم. یه تفت کوچیک میدیم و از روی حرارت مواد رو برمیداریم. نون لواشا رو به این ابعاد برش میزنیم، به این حالت تا میکنیم و با مواد پرش میکنیم و لبش رو به داخل برمیگردونیم و داخل روغن داغ سرخش میکنیم و سمبوسمون آماده است. نوش جان. شیرینی دانمارکی و با این روش ساده درست کن، مطمئنم عاشقش میشی. تا 30 روز 30 مدل خوشمزه ماه رمضونی داریم. اینم 15 میشه. اول بریم سراغ خمیرش. 3 پیمانه آرد سفید و با 2 قاشق خمیر مایع، 2 تا دونه تخم مرغ، 3 قاشق روغن مایع و 4 قاشق شکر با هم ترکیب میکنیم. بهش شیر اضافه میکنیم تا یه همچین خمیری به دست بیاد. ظرفمون رو چرب میکنیم، خمیر رو میذاریم داخلش و بهش 4 ساعت استراحت میدیم تا عمل بیاد. حالا میریم سراغ درست کردن کرمش. 2 پیمانه شیر رو با 4 قاشق شکر، 4 قاشق آرد سفید، یکم وانیل و یه تیکه کره میذاریم روی حرارت تا به یه همچین غلظتی برسه. خمیرمون که عمل اومد روی سطح چرب شده بازش میکنیم. کرم خنک شده رو روش به این صورت میمالیم و برش میزنیم. به این صورت رول میکنیم، میذاریم داخل سینی چرب شده و رومال زرده، تخم مرغ، زعفران و شیر میزنیم. بهش 10 دقیقه استراحت و داخل فرن میذاریم.
اگه دوست داشتی شیرین ترم بشه میتونین رو شربت بار یا عسلم رومال کنین که خوشمزه تر میشه و نوش جان.